به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و درود بینندگان و هموطنان گرامی، به برنامه خودتان بازشگاه خوش آمدید. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان اظهاراتی نشر کرده است که من چند نکته مهمی آن را میخواهم که پیشکشی بینندگان کنم. حزب نهضت اسلامی گفته است که وضعیت امروز بدترین حالت، یعنی بدترین وضعیت پس از جنگ شهروندی به حساب می رود و این خطرناک به امنیت و ثبات کشور است. دوم چیزی که گفته است اقدام های اخیری حکومت پس از حوادث سپتامبر، یعنی بستن حزب نهضت و تروریستی اعلام کردن آن، قانون های جدید، قانون پیشروی ملت، این تغییر الهه های جدید، همه اینها برای تحکیم حاکمیت یک خانواده است و این کارهایی که برای این عملها صحنه را از مخالفین پاک کردن تا اینکه چی شود، هیچ انتقاد، هیچ صحبتی در این باره نشود. بعد گفته است که پیام پرزیدنت، پیام سالانه پرزیدنت و همچنین چطوری که در جلسه وسیع حکومت، از جلسه وسیع حکومت فهمیده می شود، یعنی این است که تا عملی شدن این اقدام ها، یعنی تا 2020 یا تا عملی شدن این تغییر الهه ها، یک آدمی یعنی جدید در رئیس جمهور شدن یا که رئیس جمهور مدل عمر شدن، عملی شدن اینها، فضای وحشتناک در کشور حکمران خواهد بود. یعنی همین طور فهمیده می شود. باز گفتگی است که اتهامات رئیس جمهور به هنیت و مساجد و رسانه ها دلالت میکند که آنها میخواهند که از دوش خود اون مشکلات و بحرانی که در تاجیکستان است از دوش خود آنها را خالی بکنند و یعنی خالی بکنند و این را حزب نهضت اسلامی یک چی گفته است، یک خاکپاشی نامیده است. حزب نهضت اسلامی از شدت فشار بالای خانواده های زندانیان و خود زندانیان و فعالان سیاسی پس از پیام ابرازی نگرانی کرده است و گفته است که این عملها توسط دایره های مخصوص نه، بلکه خود حکومت تاجیکستان با سیاست هدفمندانه و آگاهی این کارها را انجام میدهد. و دیگر این است که میگوید که حزب حکومت مخالفین بخصوص حزب نهضت را به تروریسم اینها متهم میکند، ولی اگر به اقدام ها و عمل های اخیر او نظر بکنید، از تروریسم هیچ فرقی ندارد. یعنی خودش جز تروریست اونها را عمل تروریستی، یعنی اونی که پدری 95 ساله را فشار میارند، اینقدر آدم ها رو بیگناه حبس میکنند و دیگر آمده است که حزب نهضت اسلامی معتقد است که در طول تاریخ یگان حکومت، یگان گروه، یگان قوم این خیل مصیبت ها رو بالای ملت نآورده است و نخواهد آورد. همینی که حاضر حکومت انجام میدهد و گفته است که ولی برخی مسئولین و مسئولین رفتارهایشان با وجود فشار که آنها باید انجام بدهند، تعامل خوب دارند با زندانیا، با خانواده زندانیا، با فعالای سیاسی و این میگوید که این دلالت میکند که تاجیک تا با وجود فشار آنها یک ارزش های ملی و انسانی را قائل هستند. بعد دیگر گفته است که حکومت نتوانسته است با این همه فشار همه ملت را منقورت کند. از سازمان های بین المللی و دادگاه بین المللی خواسته است که پیش چنین اقدام های ناجوانمردانه غیر ملی و غیر قانونی را بگیرد و با تعقیب و فشار بالای هیئت ادوکات های بین المللی هم داخل کرده. گفته است که چنین رفتار با هیئت ادوکات های بین المللی دلالت به این میکند که روندی بررسی پرونده های بازداشتگان حزب نهضت و ادوکات های آنها ناشفاف هست، ناعادلانه هست و آنها با این شکل میخواهند که یک فضای ترس و وهم رو یعنی حکمران کنند که هیچ کس نباید درباره بازداشت شده ها و فعالان سیاسی صحبت بکند. دیگر این است که میگوید که باز ما فعالیت خود را دوام میدهیم و همچنین ادوکات های بین المللی دیگر را برای کمک حقوقی و رساندن جلب خواهند کرد. بله.
این بود اظهارات حزب نهضت، چند نکته از اظهارات و این اظهارات در سامانه پیام منتشر شده است و دیگر سامانه ها و می توانند مردم بینندگان گرامی ببینید متن این اظهارات را. البته نگفتن امانت که سامانه پیام در تاجیکستان هم مسدود شده است. بله. ولی به هر حال این مسدود کردن ها و ممنوع کردن ها دیگر از خصلت ها و از صفت های بارز این حکومت است. همه کار رو با راه بستن و مسدود کردن و ممنوع کردن میخواهند پیش برن. ولی از اینجا باید بگوییم که دوستان میتوانند از طریق وی پی ان ها یا اینکه همون انانیمایزر هایی که وجود داره در اینترنت وارد شوند و سایت پیام یا هر سایتی رو که میخواهند، مثل یوتیوب است یا که فیسبوک است، اگر مسدود میشود در اونجا میتوانند اینها رو ببینند و با جستجو در سایت گوگل یا که یاندکس یا که همینو میتوانید وی پی ان نویسید و یکی از اون چیزهای مورد نظر خود رو پیدا کنید، نصب کنید و برنامه هر سایتی رو که میخواهید راحت بدرید، تماشا کنید و بخوانید و معلوماتی که ما در اینجا میگذاریم ببینید. یعنی به نظر شما این است که در عصر 21 دیگر ممنوع کردن و مردم را از اطلاعات درست اینها منع کردن، دیگر محروم کردن دیگر از بین رفته است. دیگر راه چاره هم نیست واقعا. بله. دیگر کودکانه است در واقع. بله. خبر دیگر که و خیلی تعجب آورم هست، رئیس فرودگاه رستم خالقوف و رئیس شرکت تاجیک ایر بله. در صحبتش با خبرنگاران گفته است که ما بر پدری محیدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی بابای طلا را از سفر ما منع کردیم. باید این سوال رو از کی پرسید؟ از مقامات پرسید و چند ساعت پس حکمی برکناری او توسط دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری تاجیکستان پخش شد. بله خیلی عجیب است. این چی پیام دارد؟ یعنی وقتی که یک حکومتدار یا مقامات واقعیت رو میگوید، پس ببینید از اینجا چند چیز خلاصه می شود. یکم اینکه هر کسی که از سفر ممنوع می شود، یک سفری کسی که ممنوع می شود باید یک جنایتکار باشد. قانون برای اون باید مشخص کند که فلان فلان آدم به خاطر فلان 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 چیزها از سفر ممنوع است. خب وقتی که رستم خالقوف در این کار میگوید که ما دخالت نداریم، خب باید به طور طبیعی از مقامات پرسیده شود. اگر واقعا قانون در این کشور حاکم هست، بله، باید بگویند که دلیل ممنوعیت سفر بابای طلا در چی بود. همین خیلی است. پس معلوم می شود که در حکومت ما نه قانون وجود دارد و نه در حکومت این قانون حاکم است، بلکه خواسته ها یا حتی نه خواسته های عادی و سازنده، بلکه کینه و نفرت یک شخص و یک گروه جای تمام قانون ها رو گرفته است. حتی در فرودگاهمان، حتی در حکم زید سعید، حتی در همه جا این خواسته نامشروع، نادرست و کینه و نفرت یک نفر است که بر بالای ملت، بر بالای این مردم تحمیل می شود و این مصیبت است. و شاید من به نظر من پیامم به دیگر مقامات و مسئولین محترم ما باشد که اگر شما از اون چیزی که حکومت به شما تلقین میکند اون رو نمیگوید، یا حداقل وقتی شما سوال میشید نظری حکومت رو رعایت نمیکنید یا که نمیپرسید که چی بگویید، پس باید بهای شما این است که کمترینش این سبک دوشیدن است. یک پیام واضح است، پیام واضح و دیگر مقامات و دیگر چی هستند که بسیار آزادانه صحبت نکنید، هر چیزی می شود مشورت کنید. کمیته امنیت در همه جا وجود دارد، با اونا صحبت مشورت کنید تا اینکه از کارهایتان سبک دوش نشوید و یا با مصیبت های دیگر روبرو نشوید. دیگر خبری که هست این است که در سامانه پیام جزئیات سفر وکیلان بین المللی به دوشنبه، ولی قسم اول ترس و تحقیر و تهدید در پرکاتورا. بله. یعنی ما اگر به خبرهای پیشین نظر کرده باشیم میبینیم که پرکاتورا گفتگی است که در اون چیز که وکیلان
وکیلان مدافع بین المللی از جمله دگیر خصاصف اون مرد بسیار درشت معامله کرد، ولی خودی گلدن سانمز که با خبرنگاری پیام صحبت کرده است، گفته است برعکس اونها رفتند ساعتی بعد صبح رفتند، اونها را پروکوروری گنرالی قبول نکرد و گفت که ساعت 2 بیاید. وقتی ساعت 2 رفتن اون کاتبهش رو گفته است که بروند با رئیسی علاقه های روابط خارجی امپراتور گنرالی صحبت بکنند. وقتی اونها رفتن در نزدی حتی این مهمانان را در داخل نداروردند و چی، ولی گفتند که شما در اینجا صحبت بکنید و وقتی که در پیش در صحبت کردن و بسیار درشت صحبت کردن و چندین بار گفتند که این مسائلی که شما میگویید بازداشتان اصلا موضوع نیستند، موضوعی نیستند که شما باید اینها صحبت کنید، این موضوعات دیگر حل خود را یافتن، نباید صحبت بکنید. و بعد اونها را فرستادن به وزارت خارجه و این پیام گفته است که مسئله اون چی شد در وزارت خارجه با این هیئت بین المللی در مطلب دیگر می نویسند. واقعا یک چیز عجیب دارد این خودی همین پیام. شما ببینید مهمان نوازی تاجیکانه میگوییم در همه جا، افتخار از مهمان نوازی میکنیم، افتخار از این داریم که ما خیلی ملتی هستیم که به مهمان احترام میگذاریم، ولی نشان دادیم که متاسفانه به چند مهمان خارجی نشان دادیم که چقدر مهمان نوازیم. این مشکل است، چهره واقعی ملت رو نشان ندادیم، بلکه این دشمنی به ملت همین است. واقعا میگم اینه، بله، که ما یک چیزی را به اون خارجی ها نشان دادیم که ملت ما چگونه است. انا همین خیلی درشت، حتی شما را در تالار در داخل کابینت هاشون راه نمیتین، با شما همین خیلی مناسبت میکنن با مردمی. این است مصیبت، این است واقعا. هم شما ملت رو با چند نفر خارجی همین گونه معرفی کردید. بله، این درست است. شما با نهضت اسلامی و با بزرگ مهریار و با دیگرها کینه دارید، مشکل دارید، ولی اینها نماینده کشور دیگر، ملت‌های دیگر بودن که باید که با اینها شما فرهنگ تاجیکیتون نشان میدادید. بله. ولی شما چی نشان دادید؟ و سبب و چی باعث شده است این پیامدهای این چی است که گلدن سانمز این یکی از ادوکات‌های مشهور و معروف و فعال اجتماعی ترکیه است که در همه جا چه حادثه‌ای که اونجا شد همه جا رو گفت. دگیر خوساسف چیکو کرد؟ اون در همه جا فعلا در 2-3 مقاله دراز درباره سفرش نوشته است که ملت تاجیک چی حال دارد، ولی باز در همون هم گفته است که هر کجای میره دخترهای خشروی تاجیک رو میبینی، هر کجای میره یک تازگی رو میبینید، یک چیزهایی گفته است. از با وجود این قدر فشارها میان از تاجیکستان یک تأثیرات خوب هم دارن واقعا هم، ولی گفتن که چیطور تأثیراتی که اون مربوط به مردمی اون است، به ملتی اون است، با این است، با باد هوا و با جای اون از اون چیز تأثیری خوب دارن که در اون دستی حکومتداران نمیرسد. این پیام وعده داده است که دیگر جزئیات سفری اینها رو در مطالب دیگر هم شرح خواهند داد و انشاءالله که میبینیم. دیگر خبر این است که در مسجدی نوی سنت پترزبورگ، یک مسجد جدیدی در سنت پترزبورگ روسیه تشکیل شده است، تأسیس شده است و 2 مهاجر تاجیک امام در اونجا تعیین شدند. یکی از ویژگی های ملت تاجیک در طول تاریخ در منطقه همین بوده است که یک سخن فکر کنم در یک زمان این را از استاد کبیری شنیده بودم که میگفت تاجیکان در آسیای میانه همیشه حق استادی بر دیگر ملت ها داشتند. یعنی همیشه در شعر و فرهنگ و دین و همیشه ملت های دیگر در مسئله های دینی به خصوص از تاجیکان می آموختند. واقعا هم اونها از تاجیکان می آموختند و تاجیکان استادی دینی این مردم این منطقه بودند و نه تنها در مسئله دین، در مسئله فرهنگ، در مسئله شعر. اگر ما به تاریخ ملت نگاه کنیم، واقعا به تاریخ گذشته نگاه کنیم، وقتی که بخارا حتی که در زمانی که منقیتی ها هم در سر قدرت بودن، خب ولی زبانی اصلی اینها چی بود؟ تاجیکی.
همون زبانی تاجیکی بود، زبانی رسمی کارگزاری حکومت، زبانی اصلی علم و در فرهنگ هند و در بله. و این چیز باعث شده است که ما واقعا ملت ما امروز هم در روسیه از این ویژگی های خودش کار بگیرد و اون در جوهر اصلی که در وجود ملت ما هست از علم و فرهنگ و دیانت و اینها، اون ملت باز هم بهتر معرفی میکند. ولی متاسفانه مشکلی ما در چی است؟ اگر مسئولین ما به جای جنگ اعلان کردن با دین، از دین، فرهنگ و از علم با هم در راستای رشد و پیشرفت ملت کار میگرفتن، باور کنید ما در منطقه جایگاه دیگری می داشتیم. بله، هرچند اون نوارهایی که از برای بدنام کنی روحانیان تاجیک شده که در تمام کشورهای همسایه و با روسیه و با اینها متاسفانه منتشر شد، این عمل دو امام تاجیک نشان میدهد که هرچند اونها طرف مقامات ما کوشش کردن، ولی روحانی تاجیک صاحب احترام است. بله. یعنی مستقل هست و میتواند که جایگاه خود را داشته باشد، هرچند در کشور خود نداشته باشد اما میتواند در کشورهای خارج داشته باشد. دیگر این است خبر اخیرانی که ما داریم این است که مقامات تاجیکستان در سال گفتند که فالبین ها و جادوگرها رو در این منطقه روی خط خواهند کرد و فعلا حدوداً 172 نفر جادوگر و 3 فالبین و اینها رو چیکار کردن؟ اجازتنامه وزارت تندرستی رو دادن. عجیب است واقعا. برای اینها مهم این است که انداز بسپارند، یعنی فالبین و سحر و جادو. ببینید واقعا شما من نمیدونم، من شخصا از نگاهی چی دینی و چی علمی به این باور هستم که نه فالبین نه جادوگر امروز در جامعه ما نمیتواند عمل کند و نمیتواند وجود داشته باشد. برای چی؟ برای که پیامبر صلی الله علیه و آله گفته است که هر کی به فالبین باور میکند مسلمان نیست. این واقعیت است. سحر هم ممنوع کرده است. از طرف دیگر از نگاه علمی هم فالبینی هیچ منبعی واقعی بگیم که اساسی واقعی ندارد از نگاه علمی. پس چرا با این چیزها میآیند با چنین شیوه برخورد میکنن؟ لیسانس میدن، اجازت میدن، این کارو میکنن. ولی اگر همین برای مثال یک رقیه شرعیه اگر یک کس بخواند اون رو جنایتکار میگن، ممنوع میکنن. یک رقیه شرعیه مثلا درمان با قرآن. ببین اگر حفیظ بابایاروف می بود احتمالاً شاید اعتراض خود را میگفت. واقعا هم وقتی که ما دنیوی میگوییم کشورها، وقتی دموکراسی میگیم، وقتی دیگر یعنی ادعای دنیویت میکنیم، مثلا در تاجیکستان میکنن، آخر اجازه سحر و فالبین تنها به خاطر اینکه بودجه فایده برسد، این بر چندین خانه های دیگه از دست اینها خراب می شود. واقعا هم ما نه مجازاتی سخت هستیم با این فالبین، یعنی مجازاتی که دیگر همه بیچاره اون شیخ تیمور اینها را کردن و بلکه یک فهماندهی واقعی، همین که حاجی میرزا را راه بدیم، همین که مولوی عبدالرحیم و دیگر ایشان نوردین جان و دیگر اینها با خود جایگاه خود را از دست میدهند. واقعا هم در میان مردم. ولی متاسفانه با اینها میآیند، با اینها شاید این هم یکی از هدفهای این باشد که اینها رو در جامعه دوباره خودشان مثل همون بعضی ملاهایی که میساختند یا اینکه از فاحشه هایی که سطر پوش ساختند اینها رو هم میسازند، امروز لیسانس میدن، اجازت نامه میدن، به یک جای میرسونند و بعداً به نام ملا همینها رو به جامعه معرفی میکنند و باز محکم میکنند. این احتمال هم هست. چگونه ای که یادتون هست که در اسفره محمد الله خالف گفتنی یک شخص رو به نام نهضتی معرفی کردند، هیچ وقت من این رو فراموش نمیکنم. ملت این رو فراموش نکرده است. هیچ کس هم این رو فراموش کرده نمیتوند. اون را به نام نهضتی معرفی کردند و گفتند که وی با دختری خودش تجاوز کرده است
وقتی که کارت حزبی اش را نمایش دادن، وقتی که ما دنبال کارت حزبی گشتیم و رقم های کارت حزبی او را دیدیم، اون کارت رقم ها مربوط بود به یکی از خواهران حزبی که در اسفره بود. کارت تقلبی به نام اون درست کردن، ولی رقمش حتی به یک کار نه، به این ریش تقلبی ریش هم مصنوعی بود. دوباره عاقبت این را ببینیم چی شد. شاید مردم از عاقبت کار این آگاه نباشند. وقتی که این آدم رو به این حد رسوندن، بیماری روحی شد، بردنش بیمارستان ناحیه رودکی شد، یا که همون تو اعلام کردن دیگر بله. به هر حال شاید ساختن یا که شاید نشد و خواستن که نمایش بتونن. بله. ولی اونا بردن به بیمارستان ناحیه رودکی. وقتی ما با ناحیه رودکی رفتیم، می‌خواستیم که با او صحبت کنیم در بیمارستان و ببینیم که واقعا بیمار هست یا نه. در بیمارستان ما نتونستیم با او صحبت کرد، او را پیدا نکردیم. بعد چند روز از بیمارستان هم غیب زد و رفت. بعد چند روز اعلان کردن که اون محبس شد. بله. ببین، و در محبس بعد چند ماه، حدوداً 1 یا 2 ماه بعد از اون در محبس از دنیا رفت. بله. در محبس اون مرد. آیا این چیزی تصادف است؟ آیا ما این بازی ها را دیگر باور میکنیم؟ ما میفهمد مردم این را، مردم همه این را دیگر میداند که چی به چی است و بداند مردم که عاقبتی وقتی که با شما چنین بازی میکنن، عاقبت شما هم یا شما را به دیوانه متهم میکنن و به دیوانه خانه میاندازن، یا شما را زندان میبرن، یا که مثل همون میبینی که پس به این معنا است که فردا اگر یک نواری ببینن که سحر و جادو چی کارهای بدی میکند، مردم نمیگویند که این رو ملا کرده است، میگویند که شما اجازه داده، شما باعث چنین رفتاری اونها شدید. درست است؟ متاسفانه در کشور ما یا افراط است یا تفرید. یا پره اجازه میدهیم که هر کاری بکنه، یا پره جزایی میدیم که به یک گروه اجازه میدیم که هر کاری میکنه. بله. به یک گروه حتی اجازه نفس کشیدن هم نمیدیم. بله. این در مسئله همین سحر و جادو، ببین سحر و جادو یا بردن بعضی ها را با تهمت و اینها روانه زندان و در اونجا وفات کردن و دیگر. بله. و امروز میبینیم که باز برعکس اجازه میدهند، اجازه رسمی میدهند. بله. در حالی که واقعا هم بسیاری از خانواده ها از دست این سحر و جادو خراب ویران شده است. واقعا. و اون اکادمیک های ما که از دنیویت و از علمیت و از دانش و از اینها میکنن، دوری از خرافات اینها میکنن، چرا امروز با این صدا بلند نمیکنن که همه این مخالف علم است، مخالف منطق است، مخالف دین هم هست، مخالف دین هست. بله. مخالف همه ارزش های ملی هستند. بله. واقعا هم. دوستان گرامی، این بود برنامه بازشگب. تا برنامه بعدی، خدا حافظ و مددگار شما بود.